سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، خواستم درس الفبای عربی را آغاز کنم. تا شخصانی که نیت قرآن خوانی دارند، انشاءالله اگر این درس های ما را تا آخر گوش کرده آنها را در دفترهای خود بنویسند، انشاءالله قرآن خوان می شوند. اینک شروع می کنیم از درس اول. درس اول مطابق این برنامه حرف الف می باشد. اول ما با شما مخرج حرف الف را می بینیم. ببینید مخرج حرف الف از پایان گلو هوا به بیرون می براید و زبان بر یگان جای نمی رسد. اینک ببینید حرف الف با فتحه چنین خوانده می شود. حرف الف با کسره چنین خوانده می شود. ای. حرف الف با ضمه چنین خوانده می شود. او. در وقتی که ما با ضمه می خوانیم لبها را کمی به پیش می براریم. او یعنی لبها هوار نیستند، لبها را به پیش می براریم. او. اکنون بیایید طرز نوشتن حرف الف را با شما ببینیم. حرف الف حرفی می باشد که تنها پیش از خودش پیوست می شود و بعد از خودش پیوست نمی شود با دیگر حرف ها. حرف الف در اول چنین نوشته می شود، ببینید، از بالا به پایان. و حرف الف اگر در بین آید چنین نوشته می شود، از پایان به بالا. و حرف الف در آخر چنین نوشته می شود، از پایان به بالا. و حرف الف در علاهیدگی چنین نوشته می شود، از بالا و پایان. عزیزان، فراموش نکنید خودی حرف الف یگان آواز ندارد. حرف الف خدمت می کند برای این حرکت ها: حرکت فتحه که آوازی ا را دارد، حرکت کسره که آوازی ای را دارد و حرکت ضمه که آوازی او را دارد. و این قاعده قرآنی را فراموش نکنیم که حرف الف در قرآن با حمزه می آید. یعنی الف حمزه، بعد در بالای حمزه فتحه. الف حمزه، بعد در زیر حمزه کسره. الف حمزه، بعد در بالای حمزه ضمه. این چنین نوشته می شود: ای، او. باری دیگر با شما آوازی حرف الف را تکرار میکنیم با فتحه. تکرار بکنید. با کسره. ای. با ضمه. او. این بود درس اول. وظیفه خوانندگی آوازهای حرف الف را تلفظ کرده و شکل‌های حرف الف را در دفتر نویسید. و در زیر این نوار سراغای این برنامه را می‌گذاریم. می‌توانید در آمده از پلی مارکت فراورده در تلفن‌های خود درس را باری دیگر گوش بکنید. با همین درس را به انجام می‌رسانیم. منتظر درس‌های آینده باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.